خب نگاه کنید، میخوایم این برنامه رو تغییر بدیم طوری که بیاد خروجی رو داخل جدول نشون بده. ببینید ما این کار رو انجام بدیم. اینا رو گفتیم HTML رو اول و آخرش اضافه میکنیم، بعد بادی رو اضافه میکنیم و اینم تگ پایانیش. حالا شروع میکنیم از اینجا تا اینجا رو PHP دیگه. خب اینو من PHP شو میبندم. چرا؟ چون میخوام تگ تیبل رو شروع کنم. تیبل چون تگ HTMLیه باید چی باشه؟ داخل HTML باشه دیگه. اینم تگ پایانیش. درسته؟ حالا بعدش چی شروع میشه؟ PHP شروع میشه دیگه. چون بعدش PHP شروع میکنیم پس دوباره این کار رو انجام میدیم. PHP. اینجا میخوام این محتوا رو داخل یک دونه TR و 2 تا TD بذارم. یعنی چی؟ یعنی اینطوری باشه. یک TD اینطوری داشته باشم برای خونه اولش، یک TD هم داشته باشم برای خونه دوم. بیارم که دیگه نمیخواد. این خونه اول از اینجا تا اینجا، اینم خونه دوم. خب یه TR هم میخوایم. این TR برای کل این ردیفمون. خب دوباره نگاه کنید، ما یک HTML رو بادی باز کردیم، بعد از این قسمت تا این قسمتش رو داخل تگای PHP گذاشتیم، یه جدول شروع کردیم. جدولمون بعد از حلقه وای تموم شد. حالا ایراداشو برطرف کنیم. این الان تیبل رو که شروع کردیم PHPش از اینجا شروع میشه. اینجا دوباره تگ HTML، پس باید PHP بالایی رو ببندیم. اینجا هم $i و این آکولاد مال PHP دیگه، پس اینجا یک PHP برای شروعش میخواد. اینجا رو چیکار کنیم به نظرتون؟ اینا نه، اینا رو اگر یادتون باشه، آره اینا رو باید اینطوری بنویسیم. میتونید ما اصلا کامل بنویسیم. اکو کن اینو برای این یکی کامل بنویسیم. اکو کن مساویش هم بذاریم و یک دونه تگ پایانی. حالا برای این تیبی بعدیش همون که گفتم، اگر یادتون باشه گفتم میتونیم مساوی بذاریم بجاش. حالا این برنامه هم جواب میده. این همه نوشتیم، سیوش کنیم، بعد اینجا برگردیم یه عددی بزنیم. آره مشکلی داره جدولمون چون براش استایل نداشتیم. اینجا برای تگ هد رو اضافه کنیم.
آره بوردر هم بذاریم برای تگ هدمون. ساده تر میشد بنویسیم. چیکار میکردیم توی خودش میذاشتیم نه؟ داخل خود تیبل میذاشتیم. حالا ما اینجا تیبل و تیدی رو باش بوردر بذاریم. بوردرش آره باید یاد بگیریم. خیلی جاها ما باید بالاخره کار قشنگ ارائه بدیم دیگه. خب الان مثلا من یه عدد دیگه بذارم، مثلا جدول ضرب 12. یعنی قشنگ برای من جدولی خروجی رو میارم. جدول ضرب یک عدد بزرگتر مشکی کنیم. یه مشکی. خب این پس برای اینکه خروجی بگیرید پس دیدید که هر جا HTML باید PHP رو ببندید. هر جا PHP شروع میشه تگ PHP شروع رو بذارید و بعد اونجا ببندید. یه نکته مهمش همین قسمت بود دیگه که شما این دستور چون میخواد محاسبه بشه شما باید چیکار کنید؟ این علامتش رو مساوی بذارید اینجا. همین.